خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را در برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 23 اکتبر این موضوع را داریم. ولادیمیر پوتین میزبان نشست سران کشورهای عضو بریکس، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را هم به این نشست دعوت کردند. باز چند یتیم زیاد شد. صدمه در کلاب با اشتراک کارمند ملیسا جان 2 نفر را گرفت. لاتو کوب کردند و با کرد زدند. مهاجر تاجیک هدف حمله گروه نورسان روس. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با دعوت همتای روسش ولادیمیر پوتین به شهر قزان رفت تا در یک نشست بین‌المللی مهم اشتراک کند. در این شهر رهبران چند کشور عظیم جهان از جمله چین و هند و برزیل شرکت می‌ورزند که در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی نقش مهمی دارند. اما هدف از دعوت امامعلی رحمان به نشست معروف با نام بریکس چیست؟ همکارم مومن احمدی گزارش می‌دهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به قزان رفت تا در نشست کشورهای عضو بریکس شرکت کند. تاجیکستان عضو این سازمان نیست. امامعلی رحمان در نشستی که تا روز 24 اکتبر دوام میکند در ملاقات‌های رهبران این سازمان از جمله گفتگوها درباره بریکس و جهان جنوبی شرکت میکند و ملاقات‌های دو جانبه انجام میدهد. سازمان بریکس را سال 2006 برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی سازمان دادند. این نشست در شرایطی برگزار می شود که روسیه با دلیل جنگش در اوکراین در انزوا قرار دارد. از این رو دعوت رهبران بیشتر به این نشست را کارشناسان نمایشی می دانند. پس از جاری شدن تحریم ها نسبت روسیه و ولادیمیر پوتین و اعلان حکم دستگیریش از جانب دادگاه بین‌المللی جنایی، ولادیمیر پوتین خودش را در سیاست تنها احساس میکند و در چنین سمیت‌ها دعوت شدن پرزیدنت تاجیکستان و ده‌ها پرزیدنتان دیگری که تحت تاثیر روسیه قرار دارند، پوتین میخواهد به جهانیان و کشورهای غربی نشان بدهد که او تنها نیست و در چنین سمیت ها آنها ده‌ها پرزیدنت های دیگر همراهی میکنند. بریکس اکثرا کشورهایی را متحد کرده است که موقعشان با کشورهای غربی همسان نیست و یا مخالف ارزش‌های آنهایند. چین و روسیه در این سازمان نقش کلیدی دارند. همکاری چین و روسیه در مسائل بین المللی یک عامل ثبات در جهان است. ما هدف داریم که همکاری ها را در همه سمت برای امنیت در دنیا و نظم جهان بیشتر کنیم. در نشست بریکس در قزان رهبران و نماینده های 30 کشور شرکت می کنند. آنتونیو گوتریش رهبر سازمان ملل متحد هم برای شرکت در این نشست به روسیه رفته است. اوکراین از گوتریش دعوت کرده بود که به نشست جنایتکاران جنگی نرود و آبروی سازمان ملل متحد را نریزاند. رو میریم با موضوعهای دیگر. در کلاب یک کارمند ملیسا را برای صدمه نقلیاتی مرگبار به حبس گرفتند. منبع‌های رادیو آزادی میگویند بازداشت شده هفته گذشته در حالت مستی پشت چنبر ماشین نشسته باعث هلاکت 2 پیاده‌گرد شده است. همکارم محمود رحمتزاده گفت در گذشته نیز در این شهر صدمه‌های نقلیاتی با شرکت نمایندگان مقامات حفظی حقوق بنا بر رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه رخ داده بود. در کلاب یک کارمند ملیسا را برای صدمه نقلیاتی که باعث مرگ 2 نفر شده است به حبس گرفتند. آرزو جانانوف به آن متهم می شود که روز 15 اکتبر در کلاب هنگام حرکت با سرعت بسیار بلند اداره ماشین را از دست داده 3 نفر را در پیاده راه زده است. 2 منبع آگاه از دادستانی و ریاست امور داخلی کلاب گفتند حادثه شام 15 اکتبر رخ داده است. با گفته مصاحبان ما، آرزو جانانوف هنگام رانندگی مست بوده است و ماشین خوندای اونتی را با سرعت بیشتر از 100 کیلومتر در یک ساعت رانده است که مخالف قاعده های حرکت در شهر است. یکی از مصاحبان گفت ماشین را مست میراند، تیز می رود و از اداره آن نمی براید و سمت مقابل می رود. از راه برآمده به درخت و سیمچوب برخورده به پیاده راه می رود. همان وقت 3 نفر بهادر جلیلوف، جهانگیر شرفگنزاده و سیاوش خولمتوف از کار میبرایند و آنها را پخش میکند.
بهادر جلیلوف 35 ساله در جای حادثه و جهانگیر شرافگنزاده 31 ساله در بیمارستان جان داده است. سیاوش خلمتوف 28 ساله و عبدالله حکیموف 31 ساله در بیمارستان معالجه میگیرند. منبع‌ها گفتند که خود جانونوف آسیب ندیده است. خبرنگار رادیوی آزادی روز 22 اکتبر تلاش کرد با خانواده‌های فوتیده‌ها صحبت کند، اما بزرگان این خانواده‌ها را به دادستانی دعوت کردند. همسایگان فوتیده‌ها در صحبت‌های خصوصی گفتند که تنها از بهادر جلیلوف 3 فرزند یتیم مانده است. یکی از نزدیکان بهادر جلیلوف به رادیو آزادی گفت که چند ماه پیش برادر او فوتیده بود و بهادر یگانه پسر خاندان به حساب می‌رفت. باری اول نیست که کارمندان میلیسا در کلوب با رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه سبب مرگ رهگذران می‌شوند. سال گذشته رستم ناظم‌زاده افسر بازرسی دولتی اتومبیلی در یک صدمه ساکن 83 ساله ناحیه شمس‌الدین شاهین را کشت. سال 2018 یک جوان 15 ساله زیر چرخ ماشین سید مومن اسلاموف مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب ماند و جان خود را از دست داد. ساکنان اکثرا کارمندان میلیسا و دیگر مقامات انتظامی را به خودسری در راه متهم می‌کنند. در ولایت ختلان در نیم سال گذشته 122 صدمه نقلیاتی ثبت شده است و در این صدمه‌ها 67 نفر جان دادند. برنامه اخبار آزادی را شما تماشا دارید. در ولایت نوسیبیرسک روسیه 4 نفر را که با کارت به یک مهاجر تاجیک حمله کردند به حبس گرفتند. در این باره دفتر مطبوعاتی دادگاه‌های ولایت خبر داده است. 3 نابالغ را به حبس خانگی گرفتند و یک دانشجوی 16 ساله کالج را به بازداشتگاه بردند. حمله به زاده تاجیکستان روز 20 اکتبر در نزد در بینای استقامتی در محله گورسکی به عمل آمده است. در نوارهای دوربین‌های نظارتی دیده می شود 4 نفر نقاب‌پوش با خطابی بیکش او را با مشت و لگد و کارت چند دفعه میزنند. مهاجر فرار میکند، دیگران از پسش میدوند. رهبر جمعیت ازبک‌های مسکو بهرام اسماعیلوف در کانالش در تلگرام نوار مهاجر تاجیک مجروح در بیمارستان را نشر کرده است. ماه‌های اخیر در روسیه بیگانه ستیزی و آزار و اذیت مهاجران از طرف گروه‌های ملتگرا زیاد شده است. موضوع مهاجرت را ادامه می‌دهم. مقامات تاجیکستان از بیشتر از 120,000 شهروندان کشور که در روسیه کار و اقامت می‌کنند خواستند تا 3 ماه دیگر با مراجعت به اداره‌های مهاجرت و یا کارهای داخلی در آن کشور حجت‌هایشان را درست کنند. در عکس حال به گفته مقامات به فهرست آنهایی می‌افتند که باید از روسیه بیچون و چرا و پرسپاس اخراج کرده شوند. همکارم مولارجب یوسفی این مسئله را تحقیق کرد و حالا در بری من در استودیو است. سلام مولارجب، سبب این مراجعه وزارت مهنت تاجیکستان به مهاجران چی است؟ سلام شلا، درود بینندگان عزیز. بله شلا، وزارت مهنت و یا کاری تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی در روز 22 اکتبر گفته است که از روز 5 فوریه سال آینده در روسیه قانون نو درباره اقامت خارجیان در آن کشور حکم اجرا می‌گیرد و ممکن است احوال 10,000 مهاجر تاجیک را بد کند. در بیانیه آمده است بر اساس سندهای نو درباره اقامت خارجیان، وزارت کارهای داخلی روسیه نظام مخصوص اجرا و یا دپارتات اخراج و یا دپارتات را به راه می‌اندازد و رویخط شخصان تحت نظارت را تهیه کرده است که در آن زیاد از 120,000 شهروند تاجیکستان همچون افراد قانون شکن ثبت شدند. یعنی بعد روز 5 فوریه همه این مردم یک باره به فهرست آنها وارد میشن که در صورت افتادن به دست ماموران پلیس به یگان سوال و جواب آنها را به بازداشتگاه میبرند و به تاجیکستان اخراج میکنند. در رویخط شخصان تحت نظارت در روسیه آنهای ثبت شدند که در قلمرو این کشور یگان قانون شکنی کردند یا غیر قانونی کار میکنند یا فرق ندارد، قرضداری از پول تلفن، رعایت نکردن قاعده حرکت در راه و یا قانون شکنی های سخت دیگر به مثل جنایت. مولارجب، وزارت به مهاجران تاجیکی که به این رویخط به اصطلاح 30 افتادند چی توصیه داده است که باید چیکار کنند؟ وزارت مهنت تاجیکستان گفته است شهروندانی که در این رویخط هستند باید تا روز 5 فوریه سال آینده به مقامات روسیه مراجعت کنند و اگر مشکل قانونی داشته باشند حل نمایند و یا عموماً قلمرو روسیه را ترک کنند. در بیانیه وزارت آمده است شهروندانی که در روی خط قرار دارند باید حضور خود را قانونی یا پرپیسکا کنند، چون که در صورت این کار را نکردن به طور اتوماتیک بر روی خط شخصان اخراج شونده شامل می شوند و حق رفتن به روسیه را از دست می دهند. واقعا وزارت نام همه 120,000 نفر را نشر کرده است. مهاجران می توانند این روی خط را در وبسایت وزارت مهنت ببینند.
ظاهراً در این فهرست آنهای هم هستند که از روسیه علیه اخراج شدند و یا کشور را ترک کردند. وزارت مهنت به این مردم توصیه داده است که اگر در تاجیکستان یا کشور دیگری هستند برای بیرون کردن نامشان از فهرست نسخه شناسنامه خارجی خود را با نشان دادن مهر عبور سرحد و مقامات مهاجرت جای زیست خود در شهر و ناحیه‌های جمهوری پیشنهاد نمایند. خلاصه شهلا مقامات تاجیکستان که امسال با مقامات روسیه درباره مهاجرت کاری و آزار و اذیت تاجیکان در روسیه رد و بدل‌های زیاد داشتند، می‌ترسند که بعد ماه فوریه اخراج و یا مشکلات قانونی مهاجران تاجیک زیاد می شود. بله، تشکر مولا رجب برای تفصیلات. مهاجران عزیز، همانگونه که مولا رجب گفت روی خط در سامانه مهنت نقطه TJ گذاشته شده است. اگر شما نام خود را در آن دیدید تا آخرین لحظه منتظر نشده طبق توصیه های مقامات تاجیکستان عمل کنید. نیروهای بین‌المللی هوای دوشنبه رو به شدت آلوده یا ناپاک ارزیابی میکنند. این در حالی که تاجیکستان برنامه کشوری سبز را پذیرفته و میخواهد تا سال 2037 یکی از سرسبزترین کشورهای جهان باشد. 2 سال قبل پایگاه قوار ایر قرارگاهش در شویتزاریا پایتخت تاجیکستان را یکی از 5 کشور اعلام کرد که آلوده ترین هوا را دارند. تاجیکستان با این واگذاری موافق نیست. چرا؟ در گزارش ارشاد سلیمانی و برایت یوسفی میبینیم. شهر سبز با هوای آلوده. هر چند سالهای اخیر شهرداری دوشنبه تلاش دارد که پایتخت را به سرسبزترین شهر منطقه تبدیل دهد، اما نهادهای بین المللی هوای دوشنبه را در رده‌بندی هایشان یکی از آلوده ترین ها نشان میدهند. صبور عبدالله‌زاده، مدیر لابراتوار تحقیقات اتمسفری پژوهشگاه فیزیکی و تکنیکی اکادمی علوم تاجیکستان آلودگی هوای دوشنبه را ناگزیر می‌داند. تاجیکستان مثل دیگر کشورهای آسیای مرکزی در تسمه چنگ و غبار جایگیر است. اگر شما خریطه ماهواره ببینید، از آفریقای شمالی از دشت کبیر یعنی صخره سر کرده تا تاجیکستان و این طرف تا خطای تکلمکان تا مغولستان گوبی. آزمایشگاهی که عبدالله‌زاده کار میکند از آخر سالهای 80 قرن گذشته تا کنون همه روزه صفت هوای دوشنبه را رصد میکند. تحقیقات اخیر آنها تا 48 الیمنت کیمیاوی جدول مندلیف را در ترکیب هوای دوشنبه نشان داده است که اکثریت آن ضررآورند. 11 الیمنت را معاین میکنیم. از اینها 10 تا 8 الیمنت های وزنین است و با ارسنیک است. یعنی میشه یک ارسنیک است. این مرگ موش ها؟ مرگ موش، بله، در ترکیب همین چنگ و غباری که ما نفس میکشیم. سال 2022 پایگاه ایقیو ایر قرارگاهش در شویتزاریا پایتخت تاجیکستان را یکی از 4 شهر جهان نامبر کرد که هوا در آنجا به شدت آلوده یا ناپاک است. تا کنون در نشاندادهای این پایگاه هوای دوشنبه یکی از آلوده ترین ها باقی مانده است. اما آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان با بهاگذاری این سازمان موافق نیست و میگوید معلومات این سازمان از یک پایگاه چینکونی هوا گرفته می شود که تنها صفت هوا در مکان جایگیری شویش را نشان می دهد. به تحلیل متخصصان این نهاد صفت هوای پایتخت به معیارهای بهداشتی موافق است. نسبت سال گذشته قید کرده مورد است که 50% صفت هوای شهر دوشنبه خوبتر بود. من میتوانم گفت که از روی تحلیل متخصصای ما سال گذشته قریب زیاده از 90 شبانه روز هوای شهر غبارآلود بود. پژوهشگران در این دو نهاد تحقیقاتی صفت هوا راه مؤثر جلوگیری از بدشوی هوا را زیاد کردن جنگلزارها در اطراف شهرهای بزرگ می‌دانند. ماه ینور امسال شهرداری دوشنبه برای تازه‌تر شدن هوای دوشنبه اعلام کرد که در آینده تمام نقلیات جمعیتی با اتوبوس‌های برقی عوض خواهد شد و برنامه زیاد کردن درخت و جنگلزارها در داخل و اطراف شهر را نیز راه اندازی کرد. تاجیکستان از لحاظ پرتاب گازهای گلخانه‌ای در بین دولت‌های جهان در زینه 135 قرار دارد. اما تغییر آبی اقلیم و ورود طوفان‌های چنگ و غبار اکوسیستم آن را دچار مشکلات زیاد کرده است. برنامه امروز پایان یافت. خدا نگهدارت.